هفته خبر تو خبر داره براتون. از در به در شدن دیکتاتور اوکراین و ترکیدن زهره دیکتاتور عمامه‌دار ایران. سیدعلی که آینده داغونش رو تو آینه قیام اوکراین دید، پاک خودش رو باخت و برای اینکه مبادا تو ایران کسی از اون الگو بگیره، تو رسانه‌هاش اینجوری بهش حمله کرد. مخالفان مورد حمایت غرب در اوکراین دیروز بعد از برکناری رئیس جمهور قانونی این کشور بلافاصله نام میدان استقلال کیف را به یورو تغییر دادند. آمریکا از برکناری رئیس جمهور قانونی اوکراین به دست مخالفان مورد حمایت خود استقبال کرده و گفته اما تو این اتفاقات اخیر این دو چهره که تابعیت آلمانی هم دارن بعد از مدت‌ها زندگی توی آلمان به جای رینگ بوکس سر از میدان استقلال کیف در میارن تا نقش‌های خاصی رو در میان معترضان ایفا کنند. از طرفی مخالفان غربگرا هم که تا چند روز پیش به محض موافقت با عفوشان فرار را برقرار ترجیح داده و برای خروج از پایتخت به سمت راه آهن و متروی کیف هجوم آورده بودند، حالا آنقدر دور برداشتند که علاوه بر تصرف کاخ ریاست جمهوری، نیروهای پلیس را هم در مقرشان حبس کردند. این وسط برای اینکه بسیجی‌ها یه وقت از ترس سرنوشت مشابهی افقی نشن و بیشتر از این پس نیافتن، قرار شد اول هیکل نظام یعنی جنتی لعنتی بیاد تو گود و یه شاخشونه اساسی برای شیطان بزرگ و خاطرخواهای داخلیش بکشه. بعد از طرف دیگه آمدن پیام میدن شما باید در مسائل هسته‌ای کوتاه بیایید، شما باید برنامه‌های موشکیتون را متوقف کنید. تو چی کاری که به ما میگی؟ مگه دخالت در کشور ما چه حقی داری بکنی؟ چرا وزیر خارجه ما رفته سر قبر شهید مغنیه؟ اف بر بی حیایی شما، به تو چه فضول. یه عده‌ای هم آمریکا پرستی یا آمریکا دوستی همینجور در اعماق وجودشون بود و هست. هر وقت یه مناسبتی پیدا شد یه چیزی میگن، یه چیزی میپرونن، یه لگدی میزنن. حالا برگ برنده عظمای زهر خورده واسه در افتادن با نظام سلطه چیه؟ هیچی، یه برگ آچار با یه شعار بسیجی کش. خداحافظ روشتونه. در جریان نرمش قهرمانانه سیدعلی و ویراژ هایی که در این مدت به عرابه نظام داده، یه سری از کدو بادمجون های نظام به بیرون ماشین پرت شدن و هر چی میدوان که یه جایی راشون بدن موفق نمیشن. یه نمونهش این کله بادمجونه که اومده دق دلی قیچی شدنش از سینمای نظام رو اینجوری خالی کنه. من یه بار اشتباهاً بچه خودم رو بردم تو جشنواره فجر امسال، البته امسال به لطف در واقع آزادی خواهی و آزاداندیشی و منتقد پروری دولت بیم و امید، کمترین منتقد دولت‌های روحانی نتونست کارت ورود به کاخ جشنواره رو بگیره. اون کاخ اگر کاخه، اما بهتر که امسال دوستان که خب امسال هرچی منتقد دولت بیم و امید بود درو کردن، از کسی نرفت. تدبیر امید. حالا جنبه بیمش اینجا غضبش خیلی بیشتره. اون وقت آقای ایوبی میگه سینما دانشگاهه، من میگم حتما دانشگاه پرورش مجرم آقای ایوبی. کلا نظام سیدعلی بعد از شروع زهرخوری به لقی افتاده، طوری که همه بزغاله‌های نظام فقط دارن تلاش میکنن خودشون رو یه جوری اون بالا برسونن و خودشون رو اون بالا نگه دارن. غلط کردن گفتنم واسه خودش سبکای مختلفی داره. شکرخوری به سبک زرقامی. بعد از قیام هموطنان بختیاری، یارو رفت مسجد سلیمان تا این عد و اطفا رو در بیاره. این جوخای علی مردان خان است. دم شیرای بختیاری گرم که خر عظما رو تو رأس تیویریش ضرب فنی کردن. Давай, Анна. Давай, Лая, до конца игры.
از اونجایی که مسئله مسکن مردم ایران از صدقه سر دولت بیم و امید کاملا حل شده و دیگه همه حداقل تو صف سبد کالا برای خودشون یه خونه دارن، سید علی رفت تو خط صادرات خونه. خبر رو بشنوید، هیچ ربطی هم به صدور تروریسم نداره. و خبر بعدی، ایران 200,000 واحد مسکونی در عراق می‌سازد. دبیر ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق از حضور شرکت‌های ایرانی در ساخت واحدهای مسکونی این کشور خبر داد و گفت ساخت 2 میلیون واحد مسکونی در دستور کار دولت عراق قرار دارد که از این میزان احداث 200,000 واحد به شرکت‌های ایرانی واگذار شده است. امیدوارم که اتفاقات خوب بیشتر تو این زمینه بیفته. به هر حال ما در زمینه‌های دانش فنی بسیار توانمند هستیم و میتونیم از این حوزه بسیار خوب کسب درآمد کنیم. بابا نباف، بهت میگم نباف، همین چیزا رو میگی که بعداً اینجوری میشه دیگه. برای اینکه شناختمون از جایگاه زنان در نظام ولایت فقیه تکمیل بشه، باید بریم سراغ کارشناسان خبره نظام در امور زنان. این شما و این جناب آقای سید مهدی حسینی، معاون آموزشی حوزه‌های علمی خواهران کشور. زکی، اگه معاون آموزشی حوزه زنان این شیخ ابوالوحوشه، پس معاون آموزشی حوزه مردان کدوم نره خریه؟ خب حالا بریم ببینیم بالاخره تو این حوزه اصلی ترین نقش زنان رو چی میبینن؟ ببینید، اصلی ترین نقش رو در تربیت نسل و تربیت فرزندان، تربیت انسان ها رو خانم ها دارن. یعنی اصلا خداوند اون نقش تربیتی خودش رو و خلاق بودن خودش رو به مادر داده و اینها بیشتر هم با بچه ها انس دارن، چون وقت بیشتری باشون میذارن، سر و کله باشون میزنن. لذا اگر اینا بتوانند این معارف الهی رو بهتر کسب بکنن، روش‌های آموزشی دین رو یاد بگیرن، روش‌های تربیتی اسلامی رو فرا بگیرن، خب میتونن این نسل بسیار خوب و عالم دینی، به اصطلاح آشنایی با معارف اسلامی و مهذب و پاک. اینم یک نمونه از فارغ التحصیلان زبده حوزه ولایت، اونم در گرایش اختراع حجاب برتر. چادری که بنده طراحی کردم اولین اثر ابتکاری ثبت شده طراحی لباس در ایران هستش. 40 تا طرح هست، 14 تا قابلیت داره. از جمله قابلیت هایی که داره قابلیت روگیری هست. الان بنده چادر به قول معروف طراحی شده خودم رو سرم کردم، به راحتی باهاش روگیری انجام دادم. قابلیت روگیری داره، قابلیت وضوگیری، جیب‌های مخفی، جای دسترسی به موبایل، آستین مخفی تلسکوپی. علت اینکه آخوندا اینجوری انداختن تو جاده کار فرهنگی و اختراعات حجابی اینه که خرشون تو گل طرح حجاب و عفاف اساسی بکسوات کرده. دیگه هیچ کس جرأت امر به معروف و نهی از منکر آخوندی هم نداره. امر به معروف نهی از منکر همه مربوط به ظواهر شریعت است. توجه جمع کردن. حالا ما جرأت نمی‌کنیم تا زبانن لسانن هم بگیم، بس دیگه یا این چیز دیگه است. من حاضرم که جرأت دارین شما زبانن نهی از منکر کنین. یکی از بدبختی‌های نظام اینه که هر جا بخور باشه همه دل دزدای ولایت مدار سر میرسن و میگن انا شریک. اون وقت تو مراسم افتتاح یه چنین فضاحتی پیش میاد. 8 نفر عشق دوربین با 8 تا قیچی. 8 نفر با 8 تا قیچی. وقتی یکی از مجریای تیوی ریش عقده مشهور شدن داشته باشه، اولین مشکلی که باهاش مواجه میشه اینه که اسمشو چجوری تو دهن همه بندازه. این آبخورگیر تلویزیونی با استفاده از سبک تف چسبون مشکل خودشو اینجوری حل کرده. خیلی از شما اسم و فامیل من رو شاید نمیشناسید، نمیدونید. به چهره مجریای تلویزیون خیلی هاشون رو میشناسید، مخصوصا کسایی که سهمشون شاید کمتر باشه مثل من، به اسم و فامیل شاید تو ذهنتون نمونده باشیم. من تقاضا میکنم که یه لحظه کارگردان محترم اسم و فامیل من رو پایین بنویسن برای شما ببینید.
الان شما به اسم و فامیل من رو شناختید، احمد شفازاده. بنابراین اون چیزی که فردای قیامت ماها رو معرفی میکنه اسم و فامیلامون نیست. در انتها توجه شما رو به یک تجربه عبرت‌آموز جلب می‌کنیم. تجربه‌ای از رکورددار رانندگی خودرو روی دوچرخ.